وقتی یه وسیله دستساز میخری تو فقط یه وسیله ساده نخریدی. تو داری بخشی از قلب و روح کسی رو میخری که با عشق و حوصله اونو ساخته. داری ساعتها فکر، تلاش، آزمون و خطا، خستگی و لبخند رو میخری. اون چیزی که تو دستته فقط یه شی نیست، یه تیکه از رویای یه آدمه. وقتی میخریش داری یه خاطره رو میخری، داری داستان یه آدم رو تو خونت جا میدی و این زیباترین نوع خریده. وقتی یه وسیله دستساز میخری تو فقط یه وسیله ساده نخریدی. تو داری بخشی از قلب و روح کسی رو میخری که با عشق و حوصله اونو ساخته. داری ساعتها فکر، تلاش، آزمون و خطا، خستگی و لبخند رو میخری. اون چیزی که تو دستته فقط یه شی نیست، یه تیکه از رویای یه آدمه. وقتی میخریش داری یه خاطره رو میخری، داری داستان یه آدم رو تو خونت جا میدی و این زیباترین نوع خریده.